اعداد اول آجرهای ساختمانی سایر اعدادن. یعنی وقتی ما 12 رو تجزیه میکنیم که اعداد اولش میشه 2 2 و 3، در واقع این 2 2 و 3 هستند که 12 رو تشکیل دادن. اعداد اول فقط به خودشون و به یک بخش پذیرند و به سایر اعداد بخش پذیر نیستند. اونها رو توی زبان انگلیسی میگن prime numbers، اعداد اول. و اعداد اول رو در ریاضیات با حرف P نمایش میدن که همون اول کلمه پرایم هست. پرایم نامبرز ها رو به خاطر بسپاریم. با 2 شروع میشن، 2 3 5 7 و ادامه پیدا میکنن. هیچ الگوی خاصی رو نمیتونیم توی اعداد اول پیدا بکنیم، یعنی اینکه اونها هیچ جمله انومی ندارند، الگویی ندارند. تنها عدد زوج اول هم عدد 2 هست که بقیه اعداد فردن. این تنها عدد اول زوج هستش. با پرایم نامبرز ها بسیار بسیار کار خواهیم داشت و در ارتباط باشون بازم با شما صحبت خواهم کرد.